ببخشید جناب معلوم، اینجا یک سوال خلق میشه. البته ادعا را دارن کسایی که از انقلاب اسلامی تجلیل میکنن، از پیروزی انقلاب اسلامی. جهاد افغانستان در مقابل روسیه را شما ذکر کردین، در شکست دادن روسیه میگن جمهوری اسلامی کمک کرده مجاهدین افغانستان. چی کمک؟ از ابتدای جهاد افغانستان که افغانی مسکین هجرت کرده در ایران تا به الحال جز توهین، تمسخر، جز تحقیر دیگه هیچ چیزی نشده. همین الان مهاجرین افغانی که در ایران هستن، آیا برای اینا احترام گذاشته میشه؟ آیا برای اینا عزت میشه؟ آیا برای اینا حرمت میشه؟ من به زبانم نمیاد که القابی که برای افغانهای مسکین بیچاره در ایران داده میشه اونا رو به زبان بیارم. و همچنین ما با سند و اسناد و شواهد داریم که حتی خیلی از مجاهدین و مهاجرینی که در ایران بودن تسلیم حکومت کمونیستی وقت و زمان از طرف انقلاب ایران تحویل حکومت کمونیستی و اینها میشه.